سلام احترامات قلبی خیش را خدمت تک تک شما وطنان عزیز نهایت گرامی، امید که جور صحتمند سرحال باشید. دوستان گرامی باز هم خوش آمدین در یکی از ولاگ‌های جدید ما. دوستان گرامی قبل که ما با شما که ویدیو تهیه کرده بودیم رفته بودیم به نقاش در اسلام آباد در منطقه آیلوان، چون که آمده عید قربان است بخیر. این فردا بخیر در عالم اسلام، فردا بخیر عید است. البته در پاکستان روز دوشنبه است بخیر. امروز روز عرفه است و از صمیم قلب این ماه تبرک برای همگی تا تبریک عرض میکنم. از خداوند جل جلاله میخوایم که همگیتان در کنار فامیلای نازنینتان روزای خوب خوش عید را آغاز کنید ان شاء الله. دوستان گرامی ما بر شما اونجا گفته بودم که ما هم بخیر میخوایم که قربانی کنیم، یک جانورک بخریم. از اونجا خود نتانستیم چون که گرمی هم بسیار زیاد بوده که دورم زیاد بود و قیمتیش هم به اوجش بود. بر شما در ویدیو قبلا گفته بودم و ما از این نزدیک خود یک گوک را یافتیم الحمدلله. بر شما امروز خواهم نشان داد. در ادامه برنامه ما را تنها نگذارین و همراهی کنین. خب دوستان گرامی باز هم در ادامه برنامه خوش آمدین. دوستان گرامی طوری که ما به شما گفتم که ما بخیر خریدیم یک گوک خوب متجانانه. امید که پسند شما دوستان هم قرار بگیره و خداوند جل جلاله با بارگاه خود قبول بگردانه. دوستان گرامی نمیگه که گرفتیم، البته نرخش بر شما نمیگیم، خودتان حدس بزنین و در کامنت ها بر ما بنویسین که چطور بود. و در اینجا ناصر جان هم است، این زبیر جان، اتفاقا که احمد جان بچه خالیم همچنان آمد. احمد جان کامری ما در خدمتت است. سلام احترامات. سلام بر همگی. هر کسی که مادر خود سلام باشن تقدیم جور و سلام باشید. زنده باشی. چطور از یادری؟ नासिर लोगों के साथ सलाम दुआ नहीं किया तुम लोगों ने? कल करोगे आज नहीं? خب دوستان گرامی دیگه آل مبرم برش که نان تیار میکنم تا که نان نوش جان کنه. تایم دیگر شده، تایم روز البته در زیر یک سایه در از اون جایی که گرفتیم در پیش از اونها باید بستش میکنیم چون که گرمی میفهمین به حد به اندازه است. دیگه حالا میریم یک ذره خدمت شوی کنیم و در ادامه برنامه ما رو تنها نگذاریم. وقتتان خوش. خب دوستان گرامی ما برای یک ذره یک نان تهیه کنیم که نان نوش جان کنه. بعضی ها هستن دوستان گرامی که میگن همین یک روز پیشتر از عید میگه مثلا انسان باید بخره. نه، خداوند این دوست داره که انسان هر چقدر وقتتر بخره خدمتش کنه. خدا آدم بتونه تا که پاک پروردگار اجر ثوابش برای همه ما شما نصیب بگردانه. باید است که آدم وقتتر بگیره و زحمتش بکشه. بسیار زیاد خوب است. دیگه چند رقم مواد است که دوست داره که باید برش هم آماده بسازه و اونوش جان کنه. بیا نامش ما دوستان گرامی راجا ماندیم. راجا بیا. خب دوستان گرامی دیگه حالا راجای ما نان نوش جان میکنه. بعد از نان باید بخیر انشاءالله اوان برش میتیم. خب دوستان گرامی
ما امی ولاگ امروزی خدا اینجا به اختتام میرسانیم. ما تا بال خداوند قبول کنه خدمت گوک خدا هم کردیم، پیشش بودیم، شیشتیم، نان هم دادیمش، آب هم دادیمش. دیگه تا ولاگ آینده خود همگی تنه بالا یکا یکانم اسپارم. شب روز خوش داشته باشین. الله نگهدارتان.